سلام ای هموطن، ای همزبان. بنده سرویناز یوسفی هستم. سروینازی که بعد از مرگ مادری فرشته و برادر جوانش به دنیای خاموشی رفت. گرچند دور از صحنه گشتم و خاموشی را به خود شیار کردم، ولی قلبم یک لحظه خاموش نبود. قلبی که در تنهایی ایجاد میکرد، ایجاد از قصه بیمادری و از داغ فرزندی پدر. گریه های شبانه روزی گلوگیرم کرد و تصمیم گرفتم کمی هم باشد دردهای بی انجام دلم را ابراز نمایم. اگر چندی سخن گویم در وصف مادر و برادرم، دلم تر نمی شود. از خردی دور از مهر پدر کلان شدیم. مادر با چه عذاب و مشقت ما را به وای رسانید، اما هیچگاه حس نکردم که یتیمم. ولی بعد رفتن مادر از دنیا قامتم شکست، سری بالایم خم گشت و در حقیقتا چی بودن یتیمم درک کردم. چقدر سخت است وقتی عزیزانت را از دست می دهی. مرگ برادر دوباره زخم های مرا بالا آورد و سوزش های قلبم را دوچند ساخت. درون دل پر از درد می روم سوی آن آرامگاهی که نزدیکانم در آنجا خوابیدند، برای درد دل گفتند و دعای بهرشان خواندند. و تا آن لحظه ای که در آنجا قرار دارم خودم را آرامتر حس می کنم. آن لحظه یک حسی مرا فرا می گیرد، گویا نزدیکانم از من دور نیستند. بله، می دانم ما باید به تقدیر الهی تن دهیم و قبول سازیم که مرگ این حقیقت است. ولی آخر این قلب تا روز در تپش است، می سوزد. سلام اوچه جان، من آمدم و دیدارت. تا کمی هم باشد خمارم را بشکنم، کمی راز دل بگویم، یاد از روزهای با هم بوده سخن کنم. اوچه جان، میدونی چقدر پزماندار شدم، چقدر آغوش گرمت را یاد کردم. از روزی که رفتی زندگیم تاریک و خانم سرد گشت. بودنت برایم چقدر با فیض و برکتی بود. میدونی اوچه جان، کتی که با دستانی نازوکت ساخته بودی، همراهی دادرم سید جعفر و سر یک دسترخوان ما را با هم جمع آوردی. کنون بجز پرنده ها و برگ های خزان دیگر کسی نیست. ما فرزندان دیگر پراکنده شدیم. خنده و شوخی ها در آن خانه دیگر صدا نمی دهد. بعد از رفتنت سید جعفر دادرم نیست. غمی تو را تحمل کردن نتوانست. درون به درون از غمت سوخت و برای همیشه که از ما رفت. چه روزهای خوبی گذشت سر یک دسترخوان در احاطه یکدیگر.
دنیای بی وفا، عاقبت از هم جدا. آچه جان، وقتی یک نفر از دنیا میگذشت ما عشق میریختیم و غمگین میشدیم، ولی آن لحظه شما میگفتید چرا گریه میکنید؟ بچه‌ام آخر چرا گریه میکنید؟ دنیا همین همه میرنده، زیقی نکن. اگر من میرم چیکار میکنی؟ اینک به سؤالت چنین پاسخ میگویم هر روز 10 بار میمیرم و از نو زنده میشوم. بدونت زندگیم سرد و خاموش است، دیگر آن خنده های صمیمی نیست. هر لحظه چهره نورانیت پیش نظرم می درخشد. آچه جان، من از تو حالا سیر نگشته بودم، بویت را یاد کردم. دستانی نرمی که بالای سرم می گذاشتی از ما نشدم. هنگامی بیمار می شدم می گفتی بیا نزدم و دستت را بالای سرم می گذاشتی، دعایم می خوندی. حالا بیمار شوم کسی نیست دستانی نرمش را بالای سرم گذارد. آچه جان، این چگونه عشق بود، این چگونه مهر بود که تمامی وجودم را سوخت. آچه جان، برفتنت زندگی همه ما فرزندانت تباه گشت. قصه های دل من ناتمام است آچه جان. کسی هرگز جای خالی تو را در زندگیم پر نمی سازد. کسی به مثل تو برایم غمخوار نمی شود. در زندگیم دعای خیرت نمی رسد و کسی به مثل تو رحم مرا نمی پاید. خدایا به همه این داده و گرفته هایت شکرانه می کنم. باقی مانده عزیزانم را نگه دار. به امید میزیم که خداوند بار دیگر ما را به دیدار هم می رساند. دوستان، به قدر این فرشته برسید که بعد از رفتنش انگشت پشیمانی میگزید. یکدیگر را در زندگی قدر کنید وگرنه دیگر سودی ندارد داد و وای پشیمانی ها. هر کسی پدر و مادر دارد او به دولتترین شخص است. هر لحظه از حالشان بپرسید، کف پایشان را ببوسید و بگویید دوستتان می‌دارم. من آرزو میکنم تا یک بار دیگر آچه جانم را ببینم، ولی تنها در خواب. روحتان شاد و خانه آخرتتان آباد باد.